سلام به کانال یوتیوب ما، خیلی خوش اومدین. این اولین ویدیوی کانال ما هست و به درخواست شما گذاشته شده آموزش دفتر بله برو. ممنون از اینکه ما رو سابسکرایب میکنید و توی اینستاگرام ما رو فالو میکنید. بریم سراغ ویدیو. اولین مرحله‌ای که انجام دادم طراحی اسمهای عروس و داماد هست که حالا شما به جای اون میتونید هر متن یا شعر عاشقانه‌ای رو طراحی کنید و بزنید روی دفتر. اگر هم که خودتون بلد نیستین با فتوشاپ کار بکنین، میتونید این کار رو به کافی نتا بسپارین و چاپ بگیرید. قبل از هر چیزی باید بهتون بگم که این کار بسیار سلیقه‌ای هست که شما میتونید طبق سلیقه خودتون و یا مشتری این کار رو انجام بدید. اگه دوست داشتین میتونید اسمهای عروس و داماد رو روی همه آیتم های ست بله برونتون بزنید. منم اینجا روی خودکارشونم این کار رو انجام دادم و حلقه روش رو کندم و ظریفکاری هاش رو انجام دادم. داخل حلقه اسم عروس و داماد رو زدم و بعد چسبوندم و به این صورت حاضر شد. برای دفتر پیشنهاد میکنم حتما روش پارچه بزنید و هر نوع پارچه‌ای که دوست دارید میتونید بزنید و بعد قاب حالا یا حلقه یا هر دیزاینی که دوست دارین رو میتونید انجام بدین. من قاب زدم و با مروارید شروع به دیزاین کردم و مرواریدها رو به ترتیب با چسب داغ و چسب جواهر چسبوندم. ذکر این نکته اینجا خیلی مهمه که بدونید این کار بسیار کار پرزحمتیه، چون میدونم سوال خیلیاتون هست، خیلیاتون این کار رو دوست دارین اما لطفاً فقط به ظاهرش نگاه نکنید. باید خیلی تمرین داشته باشید و بتونید مدل هایی رو برای خودتون بزنید، داخل پیجتون بذارید، مشتری ها ببینن و بتونید رقابت کنید. این کار هم طراحی اختصاصی گالری ما هست و برای اولین بار خودم طراحیش کردم و بالای هزاران عدد ازش فروختم. اگه از این قبیل ویدیوها دوست داشتین حتما حمایت کنید تا ویدیوهای بیشتری براتون بذارم و به زودی هم پکیج های آموزش مجازی در اختیارتون قرار میدم تا بتونید با قلقه های بیشتر و با جزئیات بیشتر کارها رو یاد بگیرید و مستقل بشید و امیدوارم که بیزنستون رو راه بندازید و موفق باشید.